مظلومیت علمای شیعه در دادگاه زباله. و علماء راستین هم از ترس نمیتونن چیزی بگن که اگر بگن به ناموسشان تجاوز میکنن. حقیقت امر اینه. حقیقت امر اینه دوستان عزیز. همه علما، بیشتر علمای شیعه در این امر دامنشان پاکه و بزرگترین طبقه که امروز در ایران تحت فشار هستند جامعه روحانیت شیعه است. همه عالم این رو میدونن و اینها حساسیتی که روی شیعه دارن، این دادگاه زباله، دادگاه کثافت، دادگاه طول سگ و روحانیت، به خاطر همینه که روحانیت شیعه را بیشتر زیر فشار قرار بده که اینا نتونن حرف حق را بگوین. اما تا کی جامعه اهل سنت ایران در این مصیبت بزرگ خود را همدرد و شریک غم علمای شیعه ایران می‌داند. واقعاً که مظلومیت سخت است. آخرین علمای شیعه بیچاره، ببینید که زندان‌های ایران پر است از این علمایی که برای حق گفتن به زندان افتادند. شما نمی‌شناسید؟ و شاید خبر ندارید. دوستان اهل سنت ما که قسمتشان بوده که به فرمایش ایشان به این دادگاه زباله و کثافت و طول سگ سر بزنند و مهمان حاجی آقاهای بسیار شریف و محترم آنجا باشند و مورد پذیرایی و محبت فوق‌العاده‌ای که حقشان بوده قرار بگیرند، گواهی می‌دهم که تقریباً بدون استثناء تمام علمای مؤمنی که در دادگاه ویژه روحانیت یا زندان‌های مختلف کشور ملاقات کرده‌اند، جرم اکثریت مطلقشان اخلاقی بوده: زنا، لواط، کلاهبرداری و غیره. بجز آیت الله بروجردی که مانند بسیاری علمای بزرگ شیعه مخالف اسلام سیاسی است و جز علمای اهل سنت و بعضی روحانیون اصلاح طلب که به جرم سیاسی زندان رفتند. دادگاه ویژه روحانیت و به تعبیر ایشان دادگاه زباله و کثافت و طول سگ روحانیت هیچ عالم شیعه‌ای را به جرم عقیده و فکر و به قول ایشان حق‌گویی بازداشت و محاکمه و زندانی نکرده است. اگر هست بفرمایند ایشان آمار بدهند تا ملت آگاه شود. و الا این دروغ پردازی های سبک و ترفندهای مکارانه ننه من غریبم هیچ ارزشی ندارد. همه میدانند که بعد از صفوی ها این قوی ترین حکومت مستبد شیعه در تاریخ است که با بودجه ملت ایران به نشر شرک و خرافات و تفرقه و اختلاف در بین مسلمانان میپردازد. جناب حجت الاسلام، بچه گول میزنید؟ به شعور مردم هم احترام نمیگذارید؟